إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در سه خصلت هایی که اینجا پیامبر گرامی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر نفری که این سه چیز را اگر که باشه در اون، بعد اینکه صحابه کرام طلب کرد که یگان موعظه ممکن و دیگر که بعد موعظه یگان با موعظه کوتاه باشد گفتن. رجا از حضرت ابو ایوب انصاری در روایت میکند که بیشک یک مرد نزد نبی صلی الله علیه و سلم اومدن و پس گفتند که عظنی و اوجز، یعنی که موعظه ممکن و هم موعظه چی باشد با کوتاه باشد، یعنی که موعظه کن، یعنی که نصیحت ممکن از مرگ و از بگیم که آخرت با همون چی با همون کوتاه باشد گفتند. در حقیقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخنهاشون کوتاه هست، معنیهاش زیاد هست. در دیگر یاد میاد که تعلیم منبته و کوتاه تعلیم بده، یعنی که بسیار نباشد که ما در ذهنمون هم را گرفته بگردیم، کوتاه باشد در ذهنمون بماند. یعنی که و دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شروع کردن سه نصیحت کردن. یکم گفتن اذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى صلاتك فصل صلاة مودع، هر وقتا که قایم میشید به سوی نماز پس بگذار نماز مودع را، نمازی که وداع کرده است، آخران نمازش هست، از این دنیا می رود، نه دیگه بگیم دنیا نه زن نه فرزند یگام چیز دیگه به او فایده ندارد، همچنان نماز بخوان. ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، و سخن نگو به سخنی که فردا عذر طلب کنید و فردا عذر پیش کنید از همون، یعنی که از همون سخنی گفتگید عذر پیش کنید از همون چی سخن فردا. مثلا و اجمع الیأس بما فی ید الناس، جمع کن دلت را، یعنی که دلت به هر چیز معلق یا که دلت کشول نباشه به مال هر نفر، یعنی دلت را جمع کن دائم و تو جمع کن ناامیدیت را، یعنی که ناامید باش از اون چی در نزد مردم هست، یعنی که طمع ترک کن. این حدیث در حقیقت بسیار محدثین در صحیح گفتگی هستند و حسن گفتگی هستند بعضیاش. خلاصه گفت که سه خصلت نبی صلی الله علیه و سلم گفته است. یکم نماز مودع بخوان. هر کسی که نماز به خشوع به خضوع و به تواضع زیاد بخواند و در وقتش بخواند، اون در حقیقت اون انسان از تمام گناه ها دور میکند. ثواب همین نمازش از تمام گناه ها چی میشود؟ ان شاء الله انسان گم میشود و دور میشود، که چه که در دیگر روایات هم گفتگی هستن به همین معنا. و دیگر که هست گفت که سخن گفتی با یک سخن گپ زن که فردا عذر پیش نکنی از هم سخنت، یعنی زبانت را نگه بدار که زبان انسان هلاک میکند، زبان انسان بگیم که بلند میکند، مثلا که روزی الله حاصل میکنه به او، و با گوی هست است که زبان اخطر بگیم خطیرترین چیز هست و بگیم بدترین چیزی هست که با انسان دوزختی میشود و غضب مردم و غضب الله بالاش میارد. و سوم نصیحتش این است که تو طمع ترک کن و امیدت را از مردم کنده کن، تنها امیدت به الله باشد، یقین و امیدت تنها به الله کن. الله پاک رزق میتد و دلت به قوت بگی و توکل به الله که دستی مردم نیا کرده امید نکنه از اون که طرف دستگیری میکنن، طرف بگیم پول میتن، طرف که چی یاردم میکنن، گفت این خیلی امید نکن، یعنی که سوال نکن، طمع نکن، تنها یقین به الله کن و رزق اختیاری که از الله طلب کن و کوشش کن، ان شاء الله الله رزاق و حکیم هست. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.